میگه کار ندارم طفلا. میگه خودتون میدونین اولاد. در این مدت مادرش هیچ احوال اینا رو نگرفته و دوستم نداره بگیره اولاد. نه نداره. انسان ایران میمانه. عزیزترین موجود مادر است. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، ممنون هستیم از اعضایی که اینا را اسپانسر کردن. ما 3 ماه پول اسپانسرشیپ اینا رو دادیم. $40 ای دخترک $80 میشه و $80 ضرب در 3 کنین تقریبا $240 میشه و به افغانی تبدیل کنیم 21,200 چند افغانی یا 300 چند افغانی میشه. بر صورت ما 22,000 افغانی آوردیم، چیز بیشترتر. خواهر بزرگوار در کنار ما است. ماهانه باید اینا به ما گزارش بدن که طفلا صحتمند هستن و این پول ما بر سر به اینا مصرف میکنیم ان شاء الله. شما حساب کنین مادر ببینید که چند افغانی است. $22,000 است. 21,000 چند روپیه میشه؟ 22,000 باشه. 3 ماه مصارف اینا است و لباسای نو پوشیده الحمدلله در این ماه ما برشان گرفتیم. شما برشان از مازاد هم بگیرین. هر چیزی که نیازمندی اینا احساس میکنین شما باید اون نیازمندی اینا رو ان شاء الله مکمل کنین. ما در کنار تفلک هستیم. دوستان از داستان اینا را خبر دارین. پدر اینا مفقود شده و اکثرا به این رأی است که وفات کرده. مادرش هم ازدواج دوم کرده و از پذیرفتن فرزندای خود 2 سال میشه که اعتنا میورزه و ترکشان کرده کاملا. یک سال میخواستم پرسان کنم، در این مدت مادرش هیچ احوال اینا رو نگرفته و دوستم نداره بگیره اولاد. نه نداره. دوستو پیری بیاردیم برفتی یار خوشا بیاردن برادر پرتو کردن. هر دو برادرش بیاردن پرتو کردن که شما ندارین غیری بین سرجوری کردن به سر ما. این یار ننده مشکلات کلان کردیم دیول خداوند خیر. شما حالا مثلا به شما پاداش بده. اینا در حکم یتیما هستن و که یتیما رو شما بزرگ میکنین. الله متعال به شما جو پاداش بده. هم بندکای بوتکای زیگه کام باز بکش ان شاء الله برش بستک و خندولک سناجان و حمید الله جان. ما در قریه شیخای ولایت زیبای خور هستیم. تشکر از شما. ممنون.